عبیدالله رجبوف هنرمند شناخته تاجیک نصف روزی 1 ایول در سن 80 سالگی درگذشت. از فوت حجم نگار در شبکه‌های اجتماعی خبر داده شد. ماه پیکر یار و هنرپیشه تئاتر به رادیو آزادی گفت عبیدالله رجبوف ظهر 1 ایول در منزلش در شهر دوشنبه درگذشته است. سبب مرگ هنرپیشه شناخته هنوز رسما اعلان نشده است، ولی پیوندان و برخی همکاران او تصدیق کردند که هنرمند شناخته به کووید 19 گرفتار شد و 2-3 روز اخیر در خانه بستری بود. هنرمند ساعت 14 در منزلش درگذشته است. همکاران عبیدالله رجبوف و نمایندگان مقامات برای ویدا با هنرمند شناخته به منزل او آمدند. سمی شریف رئیس ناحیه اسماعیل سامانی به رادیو آزادی گفت عبیدالله رجبوف در آرامگاه لوچاب دفن کرده می شود. در نظر است که مراسم ویدا ساعت 16:30 برگزار شود. عبیدالله رجبوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان و بنیادگذار تئاتر آینه ماه مارس به سن 80 رسیده بود. در راستای جشن زادروزش وی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته بود حالا سخن و فکری تازه را در حجم تاجیک نمی بیند، اما به آینده بهتری آن امیدوار است. عبیدالله رجبوف 4 ماه پیش به سؤال رادیو آزادی که از عمر رفته‌اش راضی هست چنین پاسخ داده بود: بله 100% راضی هستم. از از آغاز تا امروز راضی هستم. من علل خصوص این شب و روزها من بسیار شدم از این تنجی، از این آبادی، خب از این بهبودی که مردم دارد، روزگاری که مردم دارد، همه طرف خوب است، شکایت نداریم، ما بسیار خوب است، عالی است. هنرمند شناخته درباره در کدام پایه قرار داشتن طنز در کشور چنین گفته بود: حاضر دیگر یگان کس نامبر کردن نمیتوانم که کی صاحبی میکند اینا. شاید پیدا شوند هنرمندای خوبی که اونایی که هستن اندیشه هاشون دیگر کنن، برنامه‌های خوب سازن. هفته‌های اخیر چندین نفر از چهره‌های نامدار با نشانه‌های کرونا ویروس یا التهاب شش درگذشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان درگذشت آنها را به کووید 19 پیوند نمی‌دهد.